در تالار مرکزی فرهنگ شهری خوجند جلسه ستادی تابستان 2025 دایر گردید. در جلسه اعضای ستاد از تمامی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک نمودند. در جلسه ستادی تابستان 2025 اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تشکیل استراحتی تابستانی کودکان و نوجوانان در سال 2025 اجرایش قرار رئیس ولایت سوخت در این سمت قبول گردیده موردی بررسی قرار داده شد. بنا به اطلاع مسئولین در ولایت 10 استراحتگاهی بیرون از شهری، 695 لاگری نزد مکتبی، 143 استراحتگاه مهنتی و 135 لاگر ورزشی موجود است. اطلاع داده شد که سال جاری به استراحت فرا گرفتن 75847 نفر خواننده به نقشه گرفته شده است. وضع استراحتگاه‌های بیرون از شهری نزد مکتبی، مهنتی، استراحتی، ورزش و سالم گردانی آمادگی به این دوره موردی تحلیل قرار داده شد. مطابق به نقشه کارهای ساختمانی، تعمیر مجهزگردانی بنا، میدانچه‌های ورزشی و حوزه‌های شناوری، کبدیزارکنی و نهارشنانی را مسئولین در استراحتگاه‌های بیرون از شهری باید تامین نمایند. از اعضای ستاد و مسئولین ساحه اوید به رفت آمادگی‌ها برای قبول کودکان و نوجوانان به استراحتگاه‌ها از جمله اوید به وضع سانیتری گیگینی استراحتگاه‌ها، گرفتن خلاصه مقامات مرکزی نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، آتش نشانی، آماده نمودن نامگاه خوراک گرم، جلب کادرهای آموزگاری متخصصان ساحه طب و نقشه فعالیت آنها، تشکیل کارهای گوناگون تعلیمی و تربیوی، آزمون‌ها، مسابقه‌های ورزشی که طبق طلبات و معیارها پیش بینی گردیده است از مسئولین پرسیده شد. در فرجام جلسه مسئولین ریاستی معارف و شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت اوید به تامین بیشتری فراگیری کودکان و نوجوانان به استراحتگاه‌های بیرون از شهری، ورزشی، سالم گردانی، مهنتی و تعلیمی موظف گردیدند. مستانه محیدی لازاده، سعیدالله ارسلانوف، شاعر مبین‌زاده اخبار.